همین که میگن مکاتب و دانشگاه برای دختر خانم ها باز میشن. بسیار خبر خوش است که ما مشتری میره با خدا بخیر جونی مرا شما کردین. من بسیار افتخار میکنم کاش که این دختر خانم در مکتب خودش اشتراک کنه. با خدا میاد دخترای من کلشش پایلوژی میده گرفته شد، کلشان مریض است، کلشان نخوانده است، اگر بعد پریشان بیا خبر بسیار خوش است که من شنیده میره. قرار است در این روزهای آینده یک خبر خوش برای همه ما که مکاتب و دانشگاه برای دخترها باز میشن. خب دا چې اخلاصیږي دا خو ډېره ښه خبره ده د ټولو نجونو دپاره د ټول افغانستان ملت دپاره یوه بهترینه خبره ده. احساس خوشایند ډېر زیات خوشحاله یو د دې دپاره باید خلاص شي د امارت اسلامي غړي باید جدي اقدام وکړي چې تر څو پورې خلاص شي. این خبر خوش است که مدخونه به دخترای خود میتمینال برمک و ایجونی مرا کردین بسیار تشکر میکنم از بسیار خوش میکردین بسیار خوش وقت. خیال خوشینم که اون دختران درس بخونه وقت مثال یک زن مریض بشه ایره مرد تداوی کنه یا زن خوب است زن خوب است تداوی. از این خبر داری نمیدونم یا خیر که در این روزهای نزدیک یعنی یک خوشخبری است که مکاتب و دانشگاه باز میشه. نه هیچ باز نشده هیچ خوشخبری هم نداده فعلا. خودت هم نگه توان دختر داری در خانه هستن صنف 12 صنف 11 صنف 8 صنف 5 کلش در خانه. خب بسیار گپ خوب است که دختران بتونن برن مکتب برن. یک گپ خوبی است که آینده افغانستان است. زنان که از نصف پیکر یک جامعه هستند. یکتا سلام و درود و خسته نباشد خدمت شما خوبان. امید که خوب و صحتمند باشین عزیزان دل. امروز باز هم من سانم سعیدی در خدمت شما هستم. البته عزیزان امروز با یک خوشخبری در خدمت شما آمدیم. شاید پیش خودتون بگین که امروز این خوشخبری چی هست که سانم برای ما آورده. دیگه اینو براتون نمیگم اما شما حدس بزنید که خوشخبری چی هست، چرا که بیشتر از نفوس افغانستان و همه مردم عزیزان منتظر از این روز بودن و منتظر شنیدن از این خبر خوش هستن و بودن عزیزان. دیگه ما براتون نمیگم که میریم به طرف هموطنان ما همراه هموطنان ما صحبت‌ها رو آغاز میکنیم. 100% شما میفهمید که خوش خبری ما چی هست که ما برای شما دارم. اما فراموش نشه که دیگه برنامه ما رو تا آخر بیننده باشین، ما رو حمایت کنین. دیگه یعنی که صفحه کابل افغانستان لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر کنین تا بتونیم بهترین برنامه رو تقدیم شما خوبان کنیم. دیگه با ما همراه باشین تا که بدونین که این خبر خوش چی هست. عزیزای بیننده آمدیم به طرف یک مادرجان خان کمی جا در روان بودن که باش همراهشون صحبت کنیم ببینیم که چی گفتگی هایی دارن. سلام مادرجان. سلام علیکم. خوب هستی؟ چیکار داری صحتمند؟ زنده باشین مادرجان خان. خود خوب هستی؟ شکر هستیم به الحمدلله. شکر خوب هستی. نامتون؟ نام مریم. مادرجان مریم دیگه چی مصروف چی کار و باز زندگی بخیر میگذره؟ بیکار هستیم خود نمیخانه هستیم دیگه. در خانه هستی کارهای خانه بخیر میگذره خودش یک کار است. دیگه کلش یک مسئولیت است. طبعا وقتی که میگن کار فکر میکنین باید در بیرونیم کار خانه چقدر مشکل است. آشپزی ظرف شستن همه است. والا مشکل خوب بود. پیش مشکل بود که دخترها مکتب میرن با مادرها بود کار. حال دخترها کلشون در خانه شده. نه مکتب بود نه دیگه. حال خود دخترها میکنن مادرها بیکار شده. خودت هم دیگه توان دختر داری در خانه هستن. صنف 12 صنف 11 صنف 8 صنف 5 کلش در خانه است. کلشان در خانه است. مادرجان یک خبر خوش البته ما میخوایم براتون بدیم. همین که میگن مکاتب و دانشگاه برای دختر خانم ها باز میشن. بسیار خبر خوش است که ما مشتری میره با خدا بخیر جونی مرا شما کردین. من بسیار افتخار میکنم کاش که این دختر خانم در مکتب خودش اشتراک کنه. با خدا میاد دخترای من کلشش پایلوژی میده گرفته شد، کلشان مریض است، کلشان نخوانده است، اگر بعد پریشان بیا خبر بسیار خوش است که من شنیده میره. نه هم میگن که نه قرار است که تاریخ دقیق نمیدونم اما میگن که در این روزا مکاتب آغاز میشه هم برای دختر خانم‌ها هستن 7 و بالا هستن 6 و بالا و هم دانشگاه دیگه و ان شاء الله که دخترای خودتون مکتب برن و بخیر بارزوی خود بخیر. کلگی امی عموما مسلمان کلگی چشم با امید است چیز خصوصا دختر خانم‌ها زیاد با امید هستن.
یه خبر خوش است که من در خانه به دخترای خود میتونم برم و هیجانی مرا کردین. بسیار تشکر میکنم از زنده بسیار خوشم کردین. بسیار خوش وقت خوش شدین. خوشی هموطنای ما برای ما مهمتر است. همین که خوش شدین و به دختراتون هم یک چشم روشنی هست و با امید از اینکه دیگه درهای مکاتب باز شوه و برن همه. بسیار خوش وقت شدم. من می دعا میکنم ملت ما را میشوه که دختران خانمای ما کلشان در وظیفه خود در مکتب خود بر بگردن. این بسیار یک احساس خوش است که بر من شما دادین. دعا میکنم آمین. خدا شما را قبول کنه. آمین. آمین. همه ما زنده باشین مادر جان. تشکر تشکر مادر جان. دیدن عزیزان که امروز از مادر جان صحبت کردیم. بسیار یعنی هیجانی شدن زمانی که فهمیدن که قرار است که مکاتب و دانشگاه ها باز شود. از اون میریم به طرف از برادر مادر که جای استاد هستن. امروز خودشون صحبت میکنیم. سلام. علیکم سلام. څنګه اساس مخده؟ شکر. زنده باشین. نامتون؟ راسخ احمد. راسخ احمد جان. مسئول چی کار و بار هستین؟ من خودم محصل هستم. محصل کدام فنی؟ پانتون ننگرهار 15 اگریکلچر. سال چندم؟ فارغ شدیم آره. فارغ شدین. پس تبریک باشه. تشکر. زنده باشین. بسیار خوب. خواهر خود دارین که مکتب برن؟ چرا نه داریم. سن چند هستن؟ اجازه بدین په پښتو صحبت کوم. مشکل د منتونونو مکتب بندول دغه لپاره د جنونو لپاره ډیر ښه کار نه دی او بد کار شوی دی. په دې خاطر باندې چې هغوی مایلده لري هغوی ژوندګي لري باید جوړه کړي خپله ژوندګي او د هغې سره سره باید هغوی پرمختګ وکړي داسې په ټولنه کې پاتې نه شي. د دې د پرمختګ لپاره باید پوهنتونونه خلاص شي. یوازینۍ لاره د ناپوهۍ او د جهالت د ورکولو لپاره هغه پوهنتونونه دي د مکتبونو خلاصول دي او د نجونو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصول دي. دغه یوازینۍ لاره ده چې تر څو پورې د جلکیانې درس ووایي مکتب ته لاړې شي او خپل آینده جوړه کړي خپل آینده روښانه کړي. د یوې نجلۍ پوهول هغه دومره دي چې دي لکه د یوې کورنۍ پوهول. آگاهی دارین نمیدانم یا خیر قرار است در این روزهای آینده یک خبر خوش برای همه ما که مکاتب و دانشگاه برای دخترها باز میشن. خو دا چې اخلاصيږي دا ډېره ښه خبره ده د ټولو نجونو لپاره د ټول افغانستان ملت لپاره یو بهترینه خبره ده. احساس خوشحالانه ډېر زیات خوشاله یو د دې لپاره باید خلاص شي. د امارت اسلامي غړي باید جدي اقدام وکړي چې تر څو پورې خلاص شي. تشکر. تاسو هم ډېره مننه. ژوندي اوسئ. تشکر از شما. از دل آمد به طرف از برادر ما که جلسه سرمایه صحبت میکنیم ببینیم چی گفتنی هایی دارن. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستم. نامتون؟ امید هستم. امید جان مصروف چی کار و بار زندگی خوب بخیر میگذره؟ خوب است بخیر میگذره. پانتون خلاص کردیم کتاب سیماتولوژی را خوندیم دیگه فارغ هستیم. برای فعلا مسئول کار نیستیم بیکار هستیم. تا جستجوی کار هستیم. جستجوی کار هستین انشالله که کار پیدا کنین و در رشته‌تون خدمت کنین. تشکر. سلامت باشین انشالله. نباشین. در خانه خواهر دارین یا برادرزاده که مکتب برن؟ خواهر مکتب فارغ شده دیگه. برادرزاده خورده است دیگه. خویش قوم هستن مکتب. بعضیشون خواهرزاده رقم هستن مکتب میرن تا صنف 6 است دیگه. از او بالا تا فعلا مکتب رخصت از امارت اسلامی رخصت داده تا حال نرفتین دیگه. چی آرزو داری که مثلا همین برادرزاده که گفتی خورده است ادامه تحصیل بده مثلا کدام رشته را بخونه؟ بله هر کس آرزو داره کاملش باید پیشرفت کنه درس بخونه تعلیم بگیره و میتونه به آینده کشور مملکت ما یک پیشرفت کنن کشور رو به ترقی بره دیگه. این بسیار خوب است به تمام مردم افغانستان. از جهل نادانی حتی اقتصاد هم میتونیم ما نجات بدیم نوآوری کنیم. اگر فردی بی‌سواد باشه نمیتونه کشور آباد و اقتصاد خوب و یک کشور آرام داشته باشیم. شاید شنیده باشین که مکاتب میگن در این روزهای نزدیک باز میشه برای دختر خانم‌ها و دختر خانم‌هایی که از صنف 6 و بالا هستن و میتونن با مکتب برن. خب بسیار گپ خوب است. گپ خوب است که دختران بتونن برن مکتب برن. یا گپ خوبی است که آینده افغانستان است. زنها که از نصف پیکر یک جامعه هستن میتونن دکتر شون دکتر زن معلم زن دیگه. اگر نباشه دیگه جامعه تکمیل نمیشه. زنده باشین. سلامت. تشکر شما. زنده باشین. تشکر شما.
عزیزان آمدیم به طرف از این پایاجان که اینجا دیگه مصروف کار هم هستن، سرک روان بودن که امروزشون صحبت کنیم. سلام پنر جان. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بله خوب است. شما صحتتون خوبه؟ قرار به قرار است؟ زنده باشه. نامتون؟ نام محمد جان. بسیار خوب. قسمی که میبینیم دیگه مصروف کار و بار هم هستین، روزگار خوب بخیر میگذره؟ بخیر باشی میگذره دیگه. چه کنیم دیگه؟ اگه بگذره یا نگذره تیر میکنیم روزگار دیگه. انشالله کارتان هم میشه، میتونین که مصارف فامیل پرداخت کنین. بله میشه. خدا مهربانه کرد. چند نفر هستین که در خانه؟ 9 نفر. چند دختر؟ دو تا خودم هستم دیگه. بسیار خوب. خداوند همه‌شان نگهدار باشه و حفظشان کنه. دخترکایت خب مکتب میرن؟ بله ها. صنف چند هستن؟ صنف 7 هستن. خب صنف 7 هستن. پس از این خبر خوددارین که قرار است که نداریم چند روز آینده مکاتب و دانشگاه باز کنند. بسیار خوب میشه. مردم تحصیل کنه خوب است. علم دانش خوب است. هر قدر که تحصیل باشه اما کشور پیشرفت میکنه. بله. خودت چی آرزو داری که در آینده دخترکایت به کدام رشته برن، کدام رشته را بخوانن؟ آرزوی من است که دکتر شوند، انجینر شوند، پیلوت شوند. بله. الهی آمین که خداوند دیگه با آرزوی دلت برسان. اولین آرزوی همین است که مکاتب باز شود که اینا باز میشه. بله. دیگه خیلی خوشایند. زنده باشین خانم. تشکر. سلامت باشید. شما زنده باشید. زنده باشین. دوستان دیگه لاله‌ها که اومد در این جریان مصاحبه همراه از اینا باش صحبت کنیم. سلام لاله. و علیکم السلام جان. جوره بخیر هستی؟ خوب است؟ زنده باشی لاله خانم. نامت؟ عبدالسمیع. عبدالسمیع جان. صف چند هستی؟ صف 5 مکتب. تو صف 5 مکتب هستی. در خانه خور داری؟ یک همشیره کشتم. تو چه هستی؟ اون مکتب خورد است. دوست داری که در این مکتب برن؟ بسیار دوست دارم. خب باز کدام رشته را بخونن؟ رشته دکتری. رشته دکتری را خوش داری. پس دیگه برای رشته دکتری باید مثلا اول چی کار انجام بده که باز دیگه رشته دکتری را بره بخونن؟ باید درس بخونه، پانتون بره، در پانتون رشته دکتری را بخونه دکتر شه. خب دکتر شه. خبر خودداری که میگه مکاتب باز میشه؟ صبحی در خبرات دیدیم. در خبرات دیدی؟ چقدر خوش شدی از این بگو. خیال خوشی رو که اگه دختران درس بخونه وقت مثال یک زن مریض بشه ایره مرد تداوی کنه یا زن خوب است؟ زن خوب است تداویش کنه. زن خوب است. همه قسم 10 رشته دیگه. 10 رشته تداویش کنه خوب است. بیا انشالله کدام با آرزویت میرسی، خواهرتم دکتر میشه بخیر و مکاتب باز میشه. این دیگه خوشخبری خیلی کلان با دختر خانوما هست. بسیار خوشخبری است. زنده باشی لاله خانم. خداحافظت. از آن آمدیم به طرف از این برادر ما که دیگه همینجا هستن و البته از کار مرخص میرن به طرف خانه هم بخوشن صحبت میکنیم. سلام. علیکم السلام. از شما تلویزیون اخبارتون شما تشکر میکنم. از کل کارمندتون تشکر. این چیز ما را میگیریم به خودتون. خوب هستن انشالله؟ شکر فضل خدا. نامتون؟ نام من نوی جان. نوی جان. دیگه خودتون خود جان میگی یا جان زفردارم؟ جان زفردارم. بسیار خوب. مصروف چی کار هستین؟ فعلا مصروف دیگه چیز هست کارگری کار میکنیم. در کجا کار میکنیم؟ که روزگار بخیر هم میگذره؟ روزگار کجا؟ نه نان است، نه نفقه است، نه دیگه وقتی که اسلامی امارات آمده کلگی میتو گشنه و دیگه تشنه است، مکتبا بسته است که اینا مواز میکنیم. اینا تو میکنیم کل خوار عزیزا بیادرای عزیزا کلشان اینتا سرنوشت به چیز هستن یا خواز میکنن. یعنی دیگه پشان استاد نیست. خود دختر یا خواهر داری که مکتب بره؟ بله. چند بودن یا هستن؟ صنف 10. او صنف 10. از این خبر داری نمیدونم یا خیر که در این روزهای نزدیک یعنی خوشخبری است که مکاتب و دانشگاه باز میشه؟ نه هیچ باز نشده. هیچ خوشخبری هم نداده فعلا. تو که خوشخبری بتونید ندادم دیگه بسته است فعلا. چطور میشه اینا را مکتب یه قسم میگه گپا کلش توتی است. این دروغ است کلا. نه مکتب اعلام میشه نه دیگه. مکتب اعلام شه که سرنوشت افغانستان یک چیز جور شه. خوار عزیز بیادر عزیز ما یک جای برسه، یک دکتر شه، انجینر شه دیگه شه. یا نمیخوان که انجینر شه دیگه شه. اما قراره که یعنی به گوش میرسه و از هر گوشه میگن که مکاتب اینا همش باز میشه در این چند روز که پیش رو هست. باز نشده یا توتی هست یا کسی کارش نمیکنه یک مردم خوش باشه دیگه. خود چیزی میکنن که دیگه یک چیزی باشه. خدا مهربان است که باز
باز شود و همگی بتانن که درس و تعلیم کنن. انشالله باشه. زنده باشین. ممنون. خیر باشید، زنده و سلامت باشید. تشکر از چای ما را گرفتی، ویدیو ما را گرفتی. تشکر از شما هم. عزیزان، قسمی که دیدین امروز آمدیم به سطح شهر و از خوشخبریم که البته در نخست برنامه گفتم براتون دیگه شما آگاه شدین، البته دیگه برنامه رو دیدین تا آخر که فهمیدین که خوشخبری ما چی هست و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشه برنامه و همچنان مکاتب و دانشگاه دیگه باز شود و تمام خواهرای ما به مکتب و دانشگاه برن و ادامه تحصیل بدن و به آرزوهایی که دارن برسن. و قبل از فراموش نشه که چینل کابل افغانستان لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر کنین تا بتونیم بهترین برنامه رو تقدیم شما خوبان کنیم. تا برنامه بعد که باز هم من سونم سعیدی خدمت شما قرار میگیرم. همتون رو به خداوند یکتا میسپارم.